سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 90% مرز تاجیکستان و قرقیزستان الکی مشخص شده است. پس مرز بین دو کشور کی باز خواهد شد؟ جنایتکاری که تکسیران جوان ضیاءالدین بیکوف را معیوب کرده بود یافت شد. دادر سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی به 12 سال زندان محکوم شد. چرا پهلوان تاجیک به رقیب اسرائیلیش دست نداد؟ 4 صدمه مرگاور در یاوان و حصار و سپتامین و کوشونیان و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 ایول سال 2024 همگی 2 هفته بعد اعلان 100,000 سومانی مکافات برای کمک در یافتن جنایتکاری که ماه ینور راننده تاکسی ضیاءالدین بیکوف 23 ساله را معیوب کرد از بازداشت نفر متهم در این جنایت خبر داد. با اتهام صادر کردن این جنایت ساکن 25 ساله نویه رودکی عبدالجبار غوزیف که چندین داغ سودی دارد دستگیر شده است. مرکز مطبوعات ملیسای پایتخت تاجیکستان در اطلاعیه‌اش گفت در نتیجه کارکرد اخبار وارد گردیده از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جنایت قصد رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که 15 ینور سال 2024 در کوچه یکچنار شهر دوشنبه صادر شده باعث جراحت برداشتن راننده تاکسی شرکت یک تاکسی بیکوف ضیاءالدین گردیده بود آشکار کرده شد. معین گردید که جنایت مذکور را شهروند غوزیف عبدالجبار عبدالغفارویچ سال تولدش 1999 ساکن نویه رودکی صادر نموده است. قابل ذکر است که نام برده سابقه جنایتی داشته قبلا محبسی گردیده است. معلوم شد که ماه فوریه سال 2024 الکی بعد حمله بر راننده تاکسی عبدالجبار غوزیف برای صادر نمودن جنایت‌های دزدی در حدود نویه رودکی دستگیر گردیده عین زمان در محبس ادای جزا کرده ایستاده است. خود غوزیف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی ملیته گفت ضمن پرسش گمان بر شونده غوزیف عبدالجبار پره به جنایت صادر کرده خود اقرار گردید. همزمان با دلیل‌های ضمن کارکردهای اپراتیوی جستجویی به دست آمده از جانب او صادر گردیدن جنایت پره اثبات خود را یافت. جزئیات چگونه معین شدن شخصیت نفر متهم در حمله به تکسیران آشکار کرده نشده است و معلوم نیست که آیا 100,000 سومانی مکافات وعدگی را به کی خواهند داد، ولی در اطلاعیه بدون بردن نام مشخص تاکید شده است که رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه به شهروندان برای اعتماد باوری و همکاری دائمی هزار سپاس می نماید. این جمله می تواند اشاره به آن باشد که مکافات صاحب خود را یافت. طوری قبلا خبر دادیم ضیاءالدین بیکوف از نزدیکی طربخانه بختاریان غوزیف عبدالجبار را به ماشین تاکسیش سوار کرده اول تا نزدیکی رامسر و سپس تا یکچنار برده است. راهی را تا آنجا 37 سومانی شده است، ولی وقتی راننده از او پول راهش را تقاضا میکند مشتری که در کرسی قفا نشسته بود ناگهان با کارد حمله کرده به قسمت راست گردن 5 ضربه و به هر دو دستان ضیاءالدین کارد میزند. بعد فرار حملهگر راهگذران ماشین یوری تجیلی را دعوت کرده راننده تاکسی را به بیمارخانه قریه بالا میرسانند. ضیاءالدین بیکوف 10 روز در این بیمارستان تبابت گرفت، ولی از بس که قاتل رگ ارتریا و دیگر رگ‌های عصب و خونگرد را از طرف راست بریده است چشم و دست راست ضیاءالدین از حرکت باز ماندند. والدین ضیاءالدین بیکوف برای ادامه تبابت پسر یگانه‌شان مجبور شدند که خانه خود را که در قبت پنجم یک بنای 5 قبته در محله ظفر شمال و غربی پایتخت به فروش بگذارند. برای تبابت و به پا خیزاندن پسرم پول لازم است. ما مبلغ ذخیره نداریم، مجبوریم که خانه‌مان را فروخته پسرمان را تبابت کنیم، گفته بود پدر ضیاءالدین. اصلدین شریپوف ساکن 37 ساله دهه خشتخان جماعت پانغاز نویه 8 و برادر خرده شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی بعد استردادش به تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم شده است. حکم او هنوز ماه مارس سال 2024 صادر شده. خبرش روز 29 ایول دسترس رادیوی آزادی گردیده است. مقامات در این باره اطلاع ندادند. در این حال بعضی از نزدیکان اصلدین شریپوف گفتند از حکم دادگاه خبر ندارند، ولی میدونند که مرافعه پرونده او در دادگاه شهر خوجند جریان داشت. یکی از دوستان اصلدین شریپوف با شرط فاش نشدن نامش گفته است که او را الکی از بازداشتگاه شهر خوجند برای ادای حکم
به یکی از زندانهای دوشنبه بردند. بنا به اطلاع منبع، اصلدین شریپوف به همکاری با سازمانهای ممنوع و یا تبلیغ آنها در اینترنت گناهکار دانسته شد. معلوم نیست که خود او در مرافعه چی گفته است، چون که بررسی پروندهش بدون حضور خبرنگاران و پیوندانش گذشته است. مرافعه پرونده اصلدین شریپوف از جانب دادگاه نویه اشت از 26 دکبر سال 2023 تا ماه مارس در بازداشتگاه خوجند ادامه داشت، ولی معلوم نیست که آیا نزدیکانش توانستند برای اصلدین شریپوف یگان ادوکات مستقل بگیرند و یا از حقوق او در دادگاه ادوکاتی از طرف دولت تعیین شده حمایت کرده است. ادوکات‌های دولتی در اصل در این پرونده ها نه برای حمایت از منفعت بازداشت شده، بلکه صرف برای نمایش این که او ادوکات داشت اشتراک میکنند. مقامات یگان بار پرونده اصلدین شریپوف را رسما شرح ندادند. اصلدین شریپوف 37 سال و 3 فرزند دارد. از سال 2016 در روسیه در ساختمان کار میکرد. او هنوز 22 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شد و بعد بیش از یک سال بازداشتش در اول ماه اکتبر سال 2023 به دست مقامات تاجیکستان سپرده شد. بر اساس مواد پرونده استردادش در تاجیکستان، اصلدین شریپوف بر اساس قسم دوم ماده مشهور 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان‌های ممنوع، یعنی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که برادر او شفقت محمد در اروپا از فعالان همین گروه اپوزیسیونیست عیبدار میشد. ماده 307 در تاجیکستان برای تعقیب مخالفان و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. نزدیکان اصلدین شریپوف اتهام همکاری او با سازمان‌های ممنوع را رد می کردند و می گفتند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار میکرد. به باوری نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی بودن اوست. شفقت محمد عیبنامه ضد اصلدین شریپوف گویا عضو هم حزب نهضت و هم گروه 24 بودن او را جرم‌های ساخته و بافته نامیده از داستانی کل خواسته بود که نسبت به دادرش از روی قانون مناسبت کنند. مقامات تاجیکستان به این نامه شفقت محمد یگان پاسخ ندادند. منصبداران بلندپایه تاجیکستان میگویند که 94% یا 928 کیلومتر از 987 کیلومتر طول مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه مشخص کرده شده. مذاکره ها برای تامین و علامتگذاری قسمت های باقی مانده ادامه دارد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان روز 29 یولی سال 2024 در نشست خبریش به دلیل به گفته او پیش نآمدن نافهمی از رویه جزئیات مذاکرات مرزی و اینکه آیا کدام قسمت‌های مرز تشخیص نشده باقی مانده است خودداری کرد، ولی گفت مذاکرات فعالانه ادامه دارد. گروه‌های توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه اول سال 2024 12 بار ملاقات کردند. پیشروی چشمرس حاصل شد. در این مدت 82 از 3 کیلومتر خط سرحد معین کرده شد. خبر داد عارف خواجه‌زاده. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده خبر داد که دوره نوبتی مذاکرات مرزی از 11 تا 17 آگوست سال 2024 در شهر بادکن قرقیزستان دایر خواهد شد. او خوشبینانه گفت که میشه بسیار فعال است. خدا خواهد ماهای نزدیک سندها به امضا رسانیده میشوند و مرز بین دو کشور باز خواهد شد. در همین حال عارف خواجه‌زاده اعتراف کرد که روند مذاکرات خالی از مشکل نیست. بعضی از منطقه‌های بحثناک هستند که درباره آنها گفت و شنید ادامه دارد. در حالی که منصبداران بلندپایه از گفتن جزئیات خودداری میکنند، منابع آگاه از جریان مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان میگویند 58 کیلومتر باقی مانده مرز این دو کشور مشکل‌ترین قطعه‌های این مرز از همه پرمشکل و نزاع برانگیز در آسیای مرکزی است و جانب‌ها به این دلیل در طول قریب 4 ماه اخیر در مذاکرات مرزی دیگر یگان قدم پیش رفته نتوانستند. آنها یادآور شدند که 928 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان هنوز در اولهای بهار سال جاری معین شده بود و بعد آن با وجود برگزاری چندین دوره مذاکره ها که هر کدامش تا یک هفته دوام میکند، دوشنبه و بیشکک دیگر درباره پیشرفت در مسئله تعیین و علامتگذاری مرزهایشان یگان خبر ندادند. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 و در بین چندین ماه اول دو جانب توانستند بیش از 230 کیلومتر قطعه‌های بحثی مرزیشان را مشخص کنند. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 270 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا یک سال پیش تنها چیز بیشتر از 600 کیلومترش
تعیین و علامت گذاری شده بود. در قطعه باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه و بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف میشوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته و بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. رقابت امامعلی نورعلی جودوکار تاجیک با ورزشگر اسرائیلی باروخ شمیلوف در بازی‌های المپی پاریس جنجالی شد. رقابت این دو ورزشگر 28 ایول با پیروزی جودوکار تاجیک انجامید. بعضی از رسانه‌های بین المللی نوشتند که ورزشگر تاجیک پس از پیروزی از دست دادن به حریفش از اسرائیل خودداری کرد. مسئولان فدراسیون جودوی تاجیکستان میگویند امامعلی نورعلی یگان قاعده بازی را ویران نکرد. شبکه فوکس نیوز روز 28 ایول سال 2024 در گزارش گفت امامعلی نورعلی طبق عنعنه پس از انجام بازی دست رقیب اسرائیلیش را فشردن نخواست و در رقابت بعدی آسیب دید. اما در گزارش با اشتباه نام رقیب امامعلی نورعلی را ورزشگر دیگر از اسرائیل طاهر بوتبول نوشتند. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو و طاهر بوتبول در وزن تا 73 کیلو برآمد میکنند. در گزارش این رسانه از نام کاربران شبکه ایکس یا توییتر آوردند که گویا امامعلی نورعلی پس از انجام بازی انگشتش را به طرف آسمان برداشته الله اکبر گفته است. سامانه‌های ورزشی اسنشیال اسپورت و دیلی مایل هم در گزارش‌های خود به ورزشگر تاجیک امامعلی نورعلی طعنه زدند که بعد دست ندادن به حریفش از اسرائیل در رقابت بعدی از کتفش آسیب دید. امامعلی در چهارک فینال از قهرمان المپی هیفومی ابه‌ای 26 ساله از ژاپن با 2 وزاری شکست خورد و دستش آسیب دید. مسئولان فدراسیون جودوی تاجیکستان صادر شدن خطا را از طرف امامعلی نورعلی رد میکنند. احمد سفرزاده سخنگوی فدراسیون 29 ایول به رادیو آزادی گفت در گشتی جودو تنها با اشاره نیم تعظیم سلام میکنند که با نام ری معروف است. جودو ورزش ژاپنی است و در ژاپن با دست سلام کردن قبول نیست. همون ری یا نیم تعظیم معنای سلام رو دارد. دیروز ورزشگر اسرائیلی هم دست دراز نکرده بود، افزود سفرزاده. مسئول فدراسیون جودو گفت درباره آنکه امامعلی نورعلی بعد انجام رقابت کدام کلمه را گفت چیزی گفتن نمیتواند چون در دوشنبه است. در نوار رقابت امامعلی نورعلی با باروخ شمیلوف دیده می شود که دو ورزشگر بعد از انجام رقابت با هم دست دراز نمی کنند و تنها نیم تعظیم می کنند. امامعلی نورعلی پس از ادای سبقت انگشتش را به بالا می بردارد و بعد اشاره آمین کرده از میدان می رود. این بار اول نیست که امامعلی نورعلی جودوکار اسرائیلی باروخ شمیلوف را شکست می دهد. آنها ماه مارس امسال در فینال گراند سلام تاشکند با هم سبقت کرده بودند. آن زمان هم این سبقت جنجالی شده بود چون نوارهای به شبکه‌های اجتماعی روی افت که در آن امامعلی نورعلی به باروخ شمیلوف دست نداد. ظریف نظریف مربی و داور گشتی جودو از دوشنبه میگوید حتی در آغاز مسابقه اگر با دست سلام کنی آگاهی میگیری، تنها ری یا نیم تعظیم کافی است. در مسئله اشاره انگشت یا انجام اشاره‌های دینی بعد از انجام رقابت ظریف نظریف میگوید بعد برآمدن از تاتاما یا گلیم جودو دیگر محدودیت نیست. نظریف از جودوکار قزاقستانی مثال آورد که بعد از قهرمانی المپی شدن در پاریس انگشت را بالا کرد. امامعلی نورعلی یگانه ورزشگری نیست که نامش در رابطه به حریفانش از اسرائیل بحث برانگیز می شود. مسعود ادریس جودوکار الجزایری برای رقابت با حریفش از اسرائیل طاهر بوتبول وزن ضروری را نشان داده است. فدراسیون بین المللی جودو گفت مسعود ادریس در حقیقت قبل از انجام مولد برای وزنکشی آمد و معلوم شد که وزن 400 گرم زیاد است. نشریه الجزایری النهر در گزارش از مسعود ادریس تفسیر کرد که با نداشتن وزن ضروری با عقلانه از رقابت با ورزشگر از اسرائیل کناره‌گیری کرد. یلی عرد رهبر کمیته المپی اسرائیل این رفتار جودوکار الجزایری را مسخره نامید و خواهان مجازات ورزشگر و دسته شد. مسئولان فدراسیون بین المللی جودو گفتند قضیه را تحقیق دارند چون ممکن است مسعود ادریس قربان بحث سیاسی شده است.
ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 29 ایول سال 2024 با نشر چند عکس از مصادره 30,000 دانه تنباکوی تمغه سیب از یک قاچاقبر در حدود نوحه قبادیان خبر داد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملیسه ختلان در اساس اخبارات اپراتیوی و در نتیجه برگزاری چوربینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه قبادیان در دیدبانگاه دائم عمل کننده این نوحه واقع در جنوب و غرب تاجیکستان ماشین تمغه BMW رقم قید دولتیش 8070 RD 01 منع کرده شد. معین گردید که ماشین به شهروند سلطان حسن سال تولدش 1993 ساکن نوحه جیهون جماعت دیوت وحدت ملی تعلق داشته ضمن از نظرگذرانی بغاج автомاشین 150 قوطی یعنی 30,000 دانه تنباکوی تمغه سیب که بدون تمغه اکسیزی بود بارای قاچاق به قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است دریافت و مصادره کرده شد. خبر داده است میلیسیا. خود سلطانوف برای شرح قضیه دسترس نیست. میلیسیا ختلان گفت در رابطه با حالات مذکور نسبت به دستگیر شده مواد ضروری ترتیب داده شده سنجش ادامه دارد. میلیسیا ختلان تاکید کرده است که مبارزه با ضد قاچاق و آشکار و پیشگیری از واردشوی مال و محصولات بدون تمغه اکسیزی که به کاتگوری جنایت‌های اقتصادی داخل شده به منفعت‌های اقتصادی مملکت ضرر مولوی می‌رساند یکی از سمت‌های دیگر فعالیت مقامات کارهای داخلی محسوب می‌یابد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که از 26 تا 28 ایول سال 2024 در 4 صدمه در یاوان و ایسار و سپیتامین و کوشانیان دست کم 4 نفر جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی از جمله شب 26 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 22:20 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز عثمانزاده شهرام سال تولدش 2003 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از مرکز شهر ایسار به شهر دوشنبه در راه ماشینگرد دیهه باغستان جماعت دیوت سامانی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه خود راننده عثمانزاده و مسافرانش مرادزاده صدرالدین سیفالدین سال تولدش 2005 ساکن نوحه رودکی و حاجی خرسند مراد سال تولدش 2001 ساکنان نوحه حصار جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر ماشین مذکور دولتوف خورشیدجان سال تولدش 2005 ساکن نوحه ورزاب جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. همچنین 27 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا جورایف ابراهیم سال تولدش 1995 ساکن نوحه یووان هنگام حرکت از سمت نوحه جومی به سمت نوحه یووان واقع در حدود دهه قلباد نوحه یووان از عهده اداره ماشین نبرآمده به دیوار لب راه برخورده به جویبار آبگذر چپ شده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور تیمورف شادمان سال تولدش 1999 ساکن نوحه مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 28 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 02:00 راننده ماشین تمغه اوپل ویکترا نظیروف وایجان سال تولدش 1985 ساکن نوحه سپیتامین هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند در حدود جماعت دیوت استقلال نوحه سپیتامین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد امزایف رستم جان سال تولدش 1983 ساکن شهر استرفشن را که از کنار راه میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد امزایف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. و نیمه دوم روز 28 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 15:50 راننده ماشین تمغه تویوتا کامری رجبوف عبدالعلیم سال تولدش 1997 ساکن شهر لیوکند هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر لیوکند در حدود نوحه کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره حلیموف بختیار سال تولدش 1979 ساکن شهر بختر برخورده است. در نتیجه حلیموف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. مسافر ماشین تمغه اوپل استرا جنسش مرد شخصیتش نامعلوم جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.